درود تماشابینان عزیز، مهمترین خبرهای روز 29 دکامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه سردار ریاست مالیه پنجکند کمالجان عظیمی که 24 سپتامبر با اتهام گرفتن پاره بازداشت شده بود از تالار دادگاه آزاد شد. در دستگاه حکومت ولایت ختلان سه تغییرات کادری صورت گرفت. از نام رستم امامعلی به 5000 یتیم و معیوب و نیازمندان هدیه های سال نوی دادند. الهام جان براتوف هجوم کننده باشگاه استرافشان بهترین فوتبال باز تاجیکستان در سال 2020 اعلام شد. شماره پروازها از دوشنبه به دوبی و استانبول افزایش یافت، ولی قاعده های ورود به استانبول به سبب کرونا ویروس از 30 دکامبر شدیدتر می شوند. دادگاه شهر پنجکند روز 18 دکامبر سابق سردار ریاست مالیه این شهر کمالجان عظیمی را که به گرفتن پاره ایبدار میشد 232,000 سومانی جریمه کرده پس از حدود 3 ماه حبس از تالار سود آزاد کرد. کمالجان عظیمی به آن ایبدار میشد که طبق یک شرطنامه تندری به صورت حساب شرکت آبادانی وطن شهر خوجند از مبلغ‌های بودجتی 510,000 سومانی انتقال داده در عوض از نماینده این شرکت ناظم مفعه 31,000 سومانی پاره طلب کرده است. آبادانی وطن باید در عوض این 500,000 سومانی برای مرکز سلامتی شهر پنجکند برای تشخیص بیماری کرونا ویروس تجهیزات رنتگنی موثر دسترس میکرد. پرونده عظیمی یکی از نخستین پرونده های پاره‌گیری منصبداران از حساب مبلغ های جدا شده برای مبارزه با کرونا ویروس بود که تا به دادگاه رسید، ولی به قول منابع آگاه آبلای شد. مسئله جزای سبک به منصبداران متهم به گرفتن پاره در اکثر موردها همچون قلابی بندوبست شدن این پرونده یک مسئله جدی است که کیها توجه خاص مقامات بالای دولت تاجیکستان را طلب میکند. ناظران امور میگویند که چون این پرونده خود به یک منبع جدی کروپس تبدیل یافتند و سودیه ها و مفتشان کارچلان در عوض پاره و رشوه منصبداران متهم به پاره‌خوری با پرداخت جریمه از جوابگری آزاد میکنند. کارشناسان بر اینند که حکومت تاجیکستان با چنین رحمدلی نسبت به منصبداران متهم به رشوه‌خوری هیچگاه نمیتواند بر کروپسی که به یک مرض فراگیر تبدیل یافته است پیروز شوند. تاجیکستان حالا در گزارش‌های بین المللی در بین 30 کشور از همه فسادزده دنیا جای گرفته است. روز 29 دکامبر در دستگاه حکومت ولایت ختلان سه تغییرات کادری صورت گرفته است. با قرارهای رئیس ولایت قربان حکمتزاده دادابایف علیشیر طاهرجانویچ که تا این وقت معاون رهبر دستگاه رئیس ولایت ختلان بود، سردار ریاست رشد اقتصاد و سودای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت تعیین گردیده، سفرزاده سیفالدین خیرالله معاون رهبر دستگاه رئیس ولایت تعیین شد. سیفالدین سفرزاده تا این زمان دیرکتور پلات سودا و صنعت ولایت ختلان بود. همین طور محمد سعید ظهورزاده که قبلا در مقام سردار ریاست رشد اقتصاد و سودا فعالیت میکرد، با قرار رئیس ولایت مدیر شعبه اقتصاد، مالیه و آینده‌بینی دستگاه تعیین شده است. ولایت ختلان با 3 از 10 میلیون اهالی پراهالی ترین ولایت تاجیکستان به شمار می رود. این ولایت در جنوب تاجیکستان در میدان 24 از 6,000 کیلومتر مربع دامن گسترده یک منبع عمده استحصال محصولات کشاورزی از جمله پخته و میوه و سبزیجات به شمار می رود. ولایت ختلان در پایان سال 1992 در نتیجه متحد کردن دو ولایت کولوب و قرغنتبه تأسیس یافت. روز 28 دکامبر در پایتخت تاجیکستان دو صدمه مرگاور رخ داده است. ساعت 7:20 بر اثر در دور و دور کوچه عینی نظرشویف به دیوار راه برخوردن یک ماشین روان نیکسیا، راننده 53 ساله این ماشین در جای حادثه جان باخته است. ساعت 14:05 در روبروی شرکت رامسر در کوچه کارگر بر اثر برخورد لکسوس LX 570 با خوندای صنعت یک کودک نوزاد سال تولدش 2020 به هلاکت رسیده. راننده 22 ساله خوندای و یک زن 25 ساله مسافرش جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمات در راههای تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. کاپیتان 30 ساله باشگاه استرافشان و عضو تیم ملی تاجیکستان الهام جان براتوف بهترین فوتبال باز تاجیکستان در سال 2020 اعلام شد.
مراسم تقدیم جایزه به بهترینای فوتبال تاجیک را فدراسیای فوتبال تاجیکستان روز 28 دکامبر برگزار کرد. رستم یتیموف از استقلال بهترین دروازه‌بان سال 2020، فردوس چقالوف از خوجند بهترین حمایتگر، علیشیر جلیلوف از استقلال بهترین نیم حمایتگر دانسته شدند. جایزه بهترین هجوم کننده سال باز هم به الهامجان براتوف داده شد. بهترین مربی سال ویتالی لیفچنکو سرمربی استقلال دانسته شد. فدراسیای فوتبال تاجیکستان رفینا نورموراتووا از دسته بیشکنت را بهترین فوتبال باز در بین زنان، سیوره سعیدووا از زیبانسا را بهترین دروازه‌بان و لیلا خلیمووا از ختلان را بهترین نشانزن لیگ فوتبال زنان تاجیکستان و زیبا قاسمووا سرمربی زیبانسا را بهترین مربی اعلام کرد. حیدرشاه خداداتوف از سقط بهترین فوتبال باز لیگ تا 15 ساله و پیش صف، کرامت‌الله بارانوف از آرزو 2026 بهترین بازیگر سال در بین تا 18 ساله ها و پرویز علیف از خوجند بهترین فوتبال باز لیگ جوانان دانسته شد. شهرداری دوشنبه خبر داد که در عرفه سال نو میلادی از جانب رئیس پایتخت رستم امامعلی به 5000 نفر یتیمان کل، معیوبان و شخصان احتیاجمند تحفه‌های سال نو تقدیم کرده شد. برای آنها ضیافت سال نو نیز آراستند. عبدالمجید حکیمزاده سردار ریاست اطلاعات و رابطه‌های خارجی دستگاه رئیس شهر دوشنبه به خاور گفت رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در عرفه هر جشن و عیدها برای دستگیری و کمک سر وقتی طبقه نیازمند جامعه به خصوص یتیمان و معیوبان چنین تدبیرها می‌اندیشند. غمخواری در حق یتیمان و معیوبان، بی‌پرستاران، شخصان نیازمند و دستگیری آنها در سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله از سمت‌های مهم است و این عمل جوانمردانه و انسان دوستانه را امروز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی نیز ادامه می‌بخشد، گفت است حکیمزاده. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان که 33 سال دارد از ماه ینوری سال 2017 اینک قریب 4 سال باز رهبری پایتخت تاجیکستان را در دست دارد. شماره پروازها از دوشنبه به استانبول و دبی افزایش یافته. از این به بعد به این دو سمت هفته 4 مرتبه پروازها انجام داده می شوند. 2 پرواز بین دوشنبه و دبی را شرکت هواپیمایی فلای دبی و 2 پرواز دیگر را سامان ایر انجام می دهد. همین طور در اساس پریتت 2 پرواز را بین دوشنبه و استانبول شرکت تورکیش ایرلاینز و 2 دیگر را سامان ایر انجام می دهد. سامان ایر در همین حال خبر داد که قاعده‌های سفر به استانبول شدیدتر شده و مطابق طلبات کل مسافران حتما باید نقاب و دستپوشت حفاظتی داشته باشند. مسافرانی که تب بلند یا علامت‌های بیماری دارند به داخل هواپیما راه داده نمی‌شوند. پیش از نشستن هواپیما مسافران باید انکیت مخصوص را پر نموده در فرودگاه استانبول به خدمات دخلدار سپارند. طبق قاعده‌های نو از جانب وزارت تندرستی ترکیه مقرر شده که از 30 دکامبر سال 2020 تا 1 مارس 2021 عمل خواهند کرد. کل مسافران از 6 ساله بالا از جمله مسافران ترانزیتی باید حتما معلوماتنامه ایمن بودن از کووید 19 را که دوام 72 ساعت پیش از ورود داده شده است پیشنهاد نمایند. همین طور هنگام ورود به فرودگاه استانبول کل مسافران باید از سنجش کرونا ویروس گذرند. مسافرانی که در آنها شرایط کووید معاین می‌گردد یا سند تشخیص منفی نداشته باشند 7 روز به کرانتین گرفته می‌شوند. اگر مسافر پیشکی مکان بود و باش خود را در ترکیه قید نکرده باشد در جای معاین کرده وزارت تندرستی ترکیه به کرانتین گرفته می‌شود. در حالت گرفتاری به کرونا ویروس مسافر از حساب خود و یا از حساب شرکت سوغورته طبی طبابت خواهد گرفت و از این رو حتما داشتن سوغورته طبی توصیه داده می شود. این بود چند خبر نو. اخبار بیشتر را از پایگاه بامداد پیگیری کنید. خوش باشید.